این خودروی پراید، حالا شما وضعیت و مدل ماشین رو که دیدید دیگه خودتون همه چیزو متوجه میشید. بنده خدا یه صدای خیلی عجیبی از توی موتور ماشینش اومده، فکر کرده ماشین یاتاقان زده، ماشین خاموش کرده، یدک هم کرده، کار بسیار درستی هم کرده. اما این صدا شبیه به صدای یاتاقان هست ولی صدای یاتاقان نیست. صدا رو بشنویم ولی میگم جریان چی. آقا بزن. خاموش کن. یه درس پاپشو باز. سابایی حجم کار چرا مدل پایین میگه؟ این قالپاقش هم شکسته است. فردا میگم ما شکنیمش. تو چیکار کنم بالاخره یه نفر با این درستش بکنی یا نه؟ اصلی این بوده که محل بسته شدن این پیچ‌های تایپی توی سرسیلان جاشون حذف شده که توی حالا مدل پایینا خیلی زیاد اتفاق میفته و باعث شده که لوله فلوتی از این قسمت بشکنه. هم موتور بد کار میکرده و این صدای بیش از حدی هم که داشته یکی از این اسپک‌ها به این قسمت گیر میکرده. عمو جان توی فکرش نباش، من یه دونه لوله فلوتی کامل بهت میدم، میگم تراشکار بیاد یه دوتا رو فنر بزنه برات، هیچ چیزی ازت نگیره. پیچم که توی زایات زیاد هست، واشر خودش هم میبندم که ناراحت از شهر ما نری. زی بنده خدا پسرش اینجا سربازه، خب اومد اینجا به سر بزنه، ماشینش خراب شده، راه داره اینا رو قلاویز بزن هیچی ازش نگیره. مشکل نداره استاد، تو جون بخوام.